رشته تالش در جنوب غربی بزرگترین دریاچه جهان کاسپین قرار دارد. قوم تالش در کوهها و کوهپایه‌های این رشته کوه در سراسر اراضی بین دو رود، سپیدرود در استان گیلان و رود کورا در جنوب جمهوری آذربایجان زندگی می‌کنند. آثار تاریخی همچون دژ قلعه رودخان، شهرک تاریخی ماسوله و بزرگترین گورستان پیش از تاریخ ایران در مریان که در دامن سرسبز و پرشکوه این رشته کوه واقع شدند، نشان از تمدن غنی و فرهنگ زیبای قوم تالش دارد. متاسفانه بعد از عهدنامه ننگین ترکمنچای، بخش قابل توجهی از خاک پربرکت تالش از ایران جدا و ضمیمه روسیه تزاری شد و مکنون بیش از 1.5 میلیون جمعیت تالش در جمهوری آذربایجان و 500,000 نفر در روسیه، بلاروس و قزاقستان به سر میبرند که با وجود قریب 2 قرن جدایی، این جماعت سخت کوش هنوز هم به فرهنگ ایران زمین عشق می‌ورزند. تولوشین لب چی تولوشی لسیدن شما کاون düşün بگو، شما insanın همیشه سبارز بگو، شما زندگی çok بگو. چه تولوشا ماحولی که بشما سلام واردمونه، بشما سلام واردمونه. اثر تصویری تالش برا محسن تلاش گروه کادوس بر اساس اشعار 2 کتاب اسپیرو تاخورا و تالش سون و اثر صوتی تاشبرا تهیه و تدوین شده است که بخش اعظم تصاویر آن در خلال کنسرت های گروه کادوس در کشور بلاروس تصویربرداری شده و همچنین تصاویر بکر و کم نظیری از ییلاقات مسحور کننده تالش همچون گردسوعی آلیان مشرف بر کوههای ماسوله و ماسال در شرایط سخت تهیه شده تا گوشه‌ای از زیبایی‌های طبیعت منطقه تالش، این بهشت گمشده شمال ایران، به تصویر کشیده شود و موسیقی تالش برا پیام وحدت اقوام ایرانی و حفظ طبیعت و زیبایی‌های فرهنگ بومی را نجوا کند.